2-3 روز که ما حال و حوصله فیلم گرفتن و ریز ساختن نداریم، فتواهای ناجور میشم ازتون. W مخفف چیه؟ وینتره. وینتر یعنی زمستون به زبان انگلیسی. حالا عدد پشتش میتونه صرف باشه، 10 باشه، 5 باشه و همچنین 20 هم باشه که نشون دهنده 4 فصلی اون روغن. حالا شما اگه موتورت گرید 1050 1060 1040 1030 و حتی اگه 2050 نیاز نیست که روغن و گریدش رو عوض کنید، چون عوض کردن گرید روغن و گرید روغن پیشنهادی شرکت باعث میشه در طولانی مدت هم صرف کلاچتون خراب بشه، هم اویل پمپ و هم اینکه موتورتون دچار هزینه‌های سرسام‌آور بشه و صدا بیفته داخل شاتون و یاتاقان و اینجور داستانا. اگه میخواید این بلاملا سرش نیاد، همیشه از روغن‌های سنتدیکتار استفاده کنید. روغنایی که مجموع روغناشو داخل سایدش داره اکثرا همگی سنتدیکتار هستن. سنتدیک باعث میشه که هم داخل گرما و هم داخل سرمای شدید خیلی خوب روانکاری انجام بشه. روغن سنتدیک هست، نیم سنتدیک هست، همون سنتدیک هم هست. روغن سنتدیکتار مصرف کنید و نگران سرما و گرما هم نباشید. به همین راحتی. پس الکی گرید روغنا رو عوض نکنید. تمام.